شعبه 103 دادگاه جزایی بندر امام خمینی 4 کارگر پتروشیمی رازی را به 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. گرچه این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده است، اما در محافل کارگری روش دادگاه‌ها در حرف شنوی از کارفرمایان و عمل اعتصاب کارگران را اخلال در نظم دانستند به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است. امروز هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، کارفرماها را متهم کرد که با استفاده از ابهام در قانون کار در مواجهه با اعتصابات کارگری فعالان کارگری را تحت فشار می‌گذارند. او گفت وقتی یک واحد تولیدی برای رسیدن حقوق قانونیشان دست از کار بکشند و سپس قوه قضاییه برای نمایندگان آنها احکام زندان و شلاق صادر کند، معنایش این است که آخرین ابزار قانونی کارگران برای تحقق مطالباتشان مسدود شده است. هادی ابوی اظهار اطمینان کرد که کانون تحت مسئولیتش قطعاً نسبت به این احکام موضع‌گیری خواهد کرد. از آقای جعفر عظیمزاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران میپرسم در محافل کارگری نسبت به این حکم عجیب چگونه واکنش نشون داده میشه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های رادیو فرانسه. واقعیت اینه که این حکم از همین امروز صبح انتشار وسیع پیدا کرده و جایی که من بودم به شدت کسایی که از خبر مطلع شدن به شدت هم از این حکم خشمگین هستن. اما تا اونجا که به این گونه احکام مربوط میشه، این اولین بار نیستش که دادگاه‌ها چنین حکمی رو بر علیه کارگران صادر میکنن. سال 86 11 نفر از کارگران در شهر سنندج رو به ضربه شلاق محکوم کردن که اون موقع 9 نفر از اینها عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران بودن که اون موقع با اعتراضات که ما و سازمان‌های کارگری جهانی در حال سازمان دادن احکام لغو شد. اما واقعیت اینه که اگر یک بار دیگه امروز می‌بینیم که این حکم دوباره داره صادر میشه، برخلاف صحبت که آقای ابوی کرده که گویا ابهامی در قوانین کارگری وجود داره، به نظر من مسئله فراتر از این هاست. مسئله رو باید در به اصطلاح سیاست‌های خود دولت روحانی و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در برخورد به اعتراضات کارگری جستجو کرد. واقعیت اینه که دولت روحانی از زمانی که روی کار اومده به طور مشخصی از آذر ماه سال گذشته به هر گونه اعتراض کارگری که در محل کار انجام شده تعرض شده. این نیستش که گویا دولت روحانی خودش این سیاست رو نداره و گویا قوه قضاییه همینجوری داره این احکام رو صادر میکنه. واقعیت اینه که بین قوای سگانه در ایران علیرغم اختلافاتی که دارن تعامل وجود داره و از اونجا که دولت آقای روحانی در صدد در واقع اعمال سیاست‌های ریاضت‌کشانه اقتصادی دست و بال رو برای وزارت کار، برای قضات دادگاه‌ها باز گذاشتن که هر چیزی که می‌خوان صادر بکنن. شما اگر توجه کنید از آذر ماه به این طرف کارگران پلی‌استیل اصفهان که معترض بودن، کارگران باف، کارگران همین پتروشیمی رازی، کارگران سیمان نوشان، همشون به خاطر اعتراضات صنفی در محل دستگیر شدن. این چنین برخوردی به اعتراضات صنفی کارگری واقعیت اینه که هم سابقه است، حداقل من میتونم بگم در دولت‌های پیشین. اینو که من فکر میکنم که صدور چنین احکامی در واقع در چارچوب سیاست‌های خود دولت روحانی که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و تضمین سود سرمایه در شرایط بحرانی به هر حال فشار سنگینی رو روی اعتراضات کارگری بیارن تا کارگران دست به اعتراض نزنن. گرچه این حکم تعلیقی اعلام شده، ولی به ویژه صدور حکم شلاق برای کارگران زحمتکش قطعا در هیچ کجای دنیا سابقه نداره. آقای عظیمزاده، آیا قبلا در موارد دیگری شما سراغ دارید که کارگرانی رو به جرم فعالیت صنفی شلاق زده باشن؟ من عرض کردم خدمتتون که در سال 86 9 نفر از اعضای اتحادیه ما و 2 کارگر دیگه که در روز جهانی کارگر در شهر سنندج دستگیر شده بودن به احکام شلاق محکوم شدن که 1 نفر از این کارگران احکام در موردش اجرا شد و 10 نفر بقیه رو با اعتراضات که انجام شد به هر حال این احکام لغو شد. واقعیت اینه که من بحثم اینه که امروز این احکام، صدور این احکام ریشه در جای دیگه ای داره. اینجوری نیستش که قوه قضاییه یا قضات به طور اتفاقی این احکام رو صادر میکنن. من فکر میکنم که این حرکت سازماندهی شده بر علیه کارگران در ایران در حال اعتراضات کارگری
در طول چند ماه گذشته اوج گرفته و به نظر من بیش از پیش اوج خواهد گرفت و در واقع این نوع برخوردها به اعتراضات کارگری در واقع سیاستی برای اینکه بتونن طبقه کارگر رو به تمکین و سکوت وادار بکنن. با وجود این که این کارگران در مقابل اتهام توهین و تهدید کارفرما تبرئه شدند، ولی گفته میشه که حکم دادگاه برای آنچه که خود اخلال در نظم مینامند صادر شده. میخواستم بپرسم آیا شما خبر دارید چه اخلالی از سوی این کارگران انجام شده که مستحق حبس و شلاق شدند؟ واقعیت اینه که اینا هیچ اخلالی در نظم آنگونه که در حال در قوانین اخلال در نظم تعریف میشه هیچ گونه اخلالی نکردن. اینها در محل کار خودشون اعتراض کردن، کاریه که هر روز من به جرات میتونم بگم 10 ها مورد از این اعتراضات در محل کار جاریه. اما واقعیت اینه که همونطور که اشاره کردم این حکم بر اساس سیاست مشخص معینی صادر شده. من جهت اطلاع شما و شنونده های رادیو فرانسه باید بگم که کارگران پروفیل سابق از پریروز در اعتصاب هستن 4 نفر از اخراج شدن. بعد دیروز اینا خواستن برن کارخونه، مامورین اطلاعات با حکم دادستانی اومدن راه ندن. من نمیدونم این 4 تا کارگر میخواد بره کارخونه چه ربطی به دادستان و وزارت اطلاعات داره که میاد درب کارخونه از ورود این 4 کارگر جلوگیری میکنه و در این حال امروز این کارگرها رو دادستانی صدا کرده و گفته بید خداتون رو شکر کنید که دستگیرتون نکردم، بازداشتتون نکردم. واقعیت اینه که من همونطور که گفتم این یک سیاست مدون و تنظیم شده است که دولت روحانی در پیش گرفته و خب قوه قضاییه هم در کنارشه. آقای عظیمزاده، شما پیش بینی میکنید که محافل کارگری نسبت به این حکم از خودشون واکنشی نشون بدن؟ قطعاً من فکر میکنم که اغلب نهادهای کارگری که در سطح کشور و که در سطح جهانی به این احکام قطعا واکنش‌های تندی نشون خواهند داد. ما خودمون به عنوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به این حکم شدیداً معترض هستیم و امشب اطلاعی رو در این مورد صادر خواهیم کرد. از آقای جعفر عظیمزاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.